يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزمون به آخر رسید. بعد از تفتیش کردن نوارها جایهای یکم، دویم و سیوم را معین کرده تحفه ها را به آنها تقدیم میکنیم و اینچنین یک درس درباره درست خواندن سوره اخلاص میگذاریم تا شما عزیزان خطاگی های خود را اصلاح کنید. منتظر باشید. عزیزان، خدا خواسته باشد در آینده چنین آزمون ها باز می شوند و شخصانی که می خواهند سرپرستی چنین آزمون ها باشند، یعنی برای خریدن تحفه ها سهم خود را گذارند، مرحمت به ما به تماس برآیند. منتداری خود را به هر یک اشتراکچی می رسانیم و به آنها خواستم این را بگویم که در آزمون های آینده روی های خود را نشان بدهند، چون شما گناهی نکرده اید. شما کلام الله سبحانه و تعالی را می خوانید، برای همین شما باید شرم ندارید. عزیزان، در حق ما دعا را فراموش نکنید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.